لگزوس 700 خریدی حواست باشه که اینا رو باید از توی ماشین تحویل بگیری که توی صندوق عقبش هست. یه موقع بدون اینا بهت تحویل ندن. بدون این صندوق تحویل نگیری که سرت کلا میره. بریم ببینیم داخل این صندوق چیه. خدای من اینجا رو نگاه کنید. جاپایی که این چیه؟ جاپایی. خب این چیه؟ اینم رو داشبوردیه. خب کپسولاتش نشانی یکی درش بیار. کمک‌های اولیه. چی داخلشه ببینم؟ برای کسایی که میرن بیابون صحرا زخمی بشن ان شاءالله که نشن. درسته چند خفن. خب دیگه مالبند عقب. کعبه مالبند عقبه که از خود شرکت لگزوس پارسل شده اومده تا خود جزیره زیبای قشم. چیه اینا؟ مالبند اینجا نصب میشه برای قایق و درسته. خب دیگه همین مالبند عقبشه. آره مالبند عقبشه. این کارتون هدفون عقب درشو باز میکنیم؟ بله. هدفون کجا رفت؟ یک تیغ بیا چوک. تکمیل شده چه خفنه. بله. هدفون درسته؟ لگزوس 700. لگزوس 700 با لندکروزر VXR. ایول چه هدفون خفنی. اینم هدفون عقب دو تا هدفون داره برای سرنشینان عقب. بچه‌ها دو تا هدفون داره باید تحویل بگیرین اگه لگزوس 700 خریدین. خب متعلقاتی که کتاب راهنماشو این کتابش خودش یک درس کامله. بله. دو تا کتاب داره. به به. این چی بود؟ این برای چرا راهنمای پارک درسته؟ پارک برای خطر درسته. اینم که ما توضیح دادی. اینو میشه درشو باز کنیم من ببینم داخلش چیه؟ 4 تا قالپاقه که به هر کدوم از سرپا وصل میشه. سردنده‌ای که سردنده‌شه. برای اونی که سیگار میکشه. خب کارت ماشین اینا رو باید تحویل بگیرین دوستان. استفاده میشه. کارت ماشین به صورت یا اول فصل. اینم یک ذره زدید. نه هیچ نمیشه. این چه؟ اینم گیج باد. گیج بادشه. و این دیگه چیزی نه. اینم برای خود جالیوانی هایی که استفاده میشه که کثیف نشه.